به نام خداوند مهربان، بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، به برنامه خودتان باز چگپ خوش آمدید. حالا با همراهی من برادر باباجان قیونزاد هستم که انشاءالله مرور به اخبار و حوادث امروز خواهیم کرد. برادر عزیز، مسئله اولی که میخوایم مطرح کنیم خبری اون علاوه ها و تغییراتی که به قانون اساسی میخواهند اضافه کنند، واقعا چطوری که پیشتر هم کارشناسان پیش بینی میکردن که این هر چیزی تغییر علاوه باشد به فایده رهبر اول خواهد بود، ولی کارشناسان به این حد هم نمیگفتند که شاید این قانون اون جایی که هست، یعنی یک نامزد به مقام ریاست جمهوری 35 ساله باشد، یعنی این محدودیت رو فکر نمیکردن که در همین وضعیت اون محدودیت رو میان به از 35 به 30 سال پایین میبرند. و واقعا در بینندگان گرامی، در تغییر علاوه هایی که امروز حکومت تاجیکستان میخواهد انجام بدهد، واقعا چیزهایی هست که برای ملت خیلی سنگین تمام خواهد شد و اون کشوری که امیدهایی که داریم، اون امیدهایی که برای یک کشوری آزاد دموکراتی داریم، این قانون ها، این علاوه ها ضربه سختی به این امیدها خواهد زد. یکی از این علاوه ها پایین بردن سن نامزد به مقام رئیس جمهوری از 35 سال تا به 30 سال است و دیگرش اینم که اونجا یک محدودیت دیگر هم وجود دارد که یک شخص نمیتواند از 2 مهلت بیشتر رئیس جمهور باشد و سوم این است که اجازتی یک حزب خاراکتری دینی داشتن، اجازتی این است که این هم 3 چیزی اصلی هست که حکومت میخواهد در این تغییرات علاوه هایی که بکند. اینا است که همش به فایده الیت حکمران بخصوص رهبر دولت خواهد بود و دوم و دیگرش اینچنین اون حزب خاراکتری که دینی دارد که در قانون اساسی جای داشت اون را میخواهند بردارند. ولی این چیزش پیش بینی شده بود که از محدودیت این که 2 بار یک شخص به مهلت بیش از 2 بار نمیتواند پرزیدنت شود، این یک چیزی پیش بینی شده بود، ولی اینی که محدودیت از 35 اون رو به 30 پایین بفرارند این نبود. ببینید اصلا ما یک بار اگر نگاه کنیم به قضیه، قانون اساسی ما یک بار چگونه تغییر کرد، آوردن اون 2 دوره 5 ساله رو به 7 ساله تبدیل دادن. بله. و تا که در اساس اون قانون بتونن یک 2 دوره دیگر با پرزیدنت مشروعیت بخشن. 2020 تا 2020 با پرزیدنت مشروعیت بخشن. بله. برای دوباره انتخاب شدن، دوباره نه، یعنی مثل دیگر دیکتاتورهای کشورها. بله، مثل همونها. ولی این دفعه آمدن، من مثلا با خیلی از کارشناسان وقتی که صحبت میکردیم در داخل با بعضی از صاحب نظران، اونها میگفتن که فکر میکنیم که شاید بار دیگر بیاین و قانون همین 7 ساله را دوباره 5 ساله کنن. بله. و از این طریق باز راه را برای شرکت دوباره پرزیدنت هموار کنن. یعنی با 2 مهلت دیگه برای 5 ساله. بله، 2 مهلت دیگه در حالت 5 ساله. ولی شما یادتون باشد اگر این مسئله رو رحمت الله ظاهرов خیلی زیاد مطرح میکرد که از لحاظ قانونی پرزیدنت حق ندارد دیگر، حتی در همون دوره 2 دوره 7 ساله هم حقش پرزیدنت شدن نداشت. برای چی؟ برای که قانون تغییر کرده است، نگفته است که یک نفر فقط در 2 دوره 5 ساله یا 2 دوره 7 ساله، ولی گفته است 2 دوره مثلا این چیزا رو دارد. ولی با این تغییرات میخواستن که چنین چیزا رو به وجود بیارن. بعضیا این رو پیش بینی میکردن، ولی بعد از اینکه اومدن مثلا به مقام های بلند انتخاب شدن رستم امامعلی شروع شد، بعضی کارشناسان این رو حدس میزدن که احتمال دارد که سن پرزیدنتی انتخاب منصب پرزیدنتی از 35 سال به 30 سال پایین آورده شود در پارلمان. و این را بعضی کارشناسان از پیشتر هم پیش بینی میکردن، ولی نه به این شکل. بله. که در یک حالتی بسیار یعنی با طرحهای واقعا هم عجیب
بله، یعنی این در اینجایی که شما گفتید 5 ساله، ولی در یعنی علاوه هایی که فعلا حکومت میخواهد اون رو به قانون اساسی در آورد، اون است که این محدودیت، یعنی محدودیت 2 مهلتی پی در پی برای یک شخص، یعنی این برای همه است به استثنای پیشوای ملت. یعنی این قرار قانونی که کردن در این قانون محدودیت چی میکنن که این محدودیت یعنی به پیشوای ملت یعنی چی نشده است، این معین نیست، تطبیق نمیگردد. با اساسگذاری بله پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. بله، یعنی که رئیس جمهور از این محدودیت بالاتر است، اون پیشوای ملت است. بله. و دویم چیزی که مردم میگویند این است که خودی رئیس جمهور آیا در 2020 آماده است که جای رو با خودی رستم امالی بدهد؟ این هم یکی از چیزها هست. ولی اینجا در مسئله 30 تا 35 از 35 به 30 فراوردن یک چیزی مبادا هست، یک چیزی احتیاطی هست که اگر یک چیزهای رخ داد، مسئله کسلی است، مسئله یگان ناراضیت زیاد هست، در این حالت بتوانند که پیش بینی کردن که در هر دو صورت اگر این حالت امکان پذیر نباشد، حالت دیگر هم از طرف دیگر این دلیل دیگر هم دارد. شما تصور کنید یک دلیل میتواند باشد که مثلا همون اعتماد کامل وجود ندارد، تا حاضر مطمئن نیستند که در 2020 هم یعنی بخواهند حتی به نفع پسر گذشت کند یا که بله این خودی این خیلی واقعا خودی آینی حال با نظر و خیلی خوب گفت که رئیس جمهور آماده نیست که جای رو با خودی با پسرش هم بده، در حالی که خودش ساز سلامت باشد. آماده نیست. ولی این یک چیزی مبادا هست. یک واریانت دیگر هم کارشناسان پیش بینی میکنند که شاید اینجا یک چیزی دیگر باشد که یک نفر رستم امالی پرزیدنت شود و رئیس جمهور پیشوای ملت اون کارهای اساسی را اون انجام بدهد و این آهسته آهسته و به گفته لهجه تاجیکی راهگردک شود در این، یعنی در این مسئله، در مسئولیت این پرزیدنتی، یعنی تجربه بیاموزد برای پیشوایی آینده. ولی سوال اینجا هست که این علاوه ها، این تغییرات در قانون اساسی چی عواقبی خواهد داشت؟ واقعا ما چند اگر به کشورهای هم مثل همین قضیه ما مثلا پیچیده بودند و وضعیتی مثل کشوری ما رو داشتن نگاه کنیم، ما بیایم یک مسئله رو یک کمتر از دیگر جانب نگاه کنیم. خب شما تصور کنید کشوری که نه نفت دارد، نه گاز دارد، نه برق دارد، نه یک استحصالات دارد و از جهت جغرافی هم بند است، در یک بنبست کمونیکاسیونی قرار دارد. از اون طرفش یک کشوری بزرگ اژدهای سرخ، یعنی با اون چیزش ایستاده است. چینه که هر لحظه میتواند از تمام لحاظ یعنی که تاجیکستان فرو برد. این یک چیزی عادی است برای چین، چون خیلی واقعا هم چین یک ابرقدرت است. از طرف دیگر افغانستان ایستاده است که هم هر روزه در اونجا یک آبستن یک تحولات جدید است همیشه. به امروز چند وقت پیش بود که مثلا گروه دیگری بود، امروز طالبان با وجود آمد، فردا داعش با وجود میآید، انصار الله در اونجا زاییده می شود، نمیدونم حرکت ازبکستان، حرکت اسلامی ازبکستان در اونجا وجود دارد. یعنی جایی است که آبستن تمام حوادث، یعنی که گروه ها و مختلف پیش بینی نشونده است وضعیت اونجا. از طرف دیگر یک همسایه داریم با مثلا ازبکستان که حکومت تاجیکستان در گذشته نتوانسته است رابطه خودش با او در یک حالتی متعادل نگه دارد و یک روابط درست به راه ماند. حتی راه قطاری که بین دو کشور وجود داشت از طرف ازبکستان یک جانبه تخریب کرده می شود. مثلا یک قطعه راه این خیلی مثلا خودش جای نگرانی دارد و حکومت یک مشکلاتی واقعا خیلی بزرگ دارد، ولی میآید دنبال چی؟ و امروز اگر واقعا وضعیت امروزه اقتصادی کشور رو نگاه کنیم، دلار وقتی که با زور میخواستند دلار رو نگه دارند، حتی به خاطر بستن چیزا فاجعه آفریدند، یعنی جهشی به سابقه، بله به خاطر جهشی به سابقه قرب سومانی
اینها فاجعه آفریدن واقعا. بستن همون صرافی ها. حالا بیایید بالای اینها با شما اضافه کنید این را که وقتی که یک خب ارد در تاجیکستان ما 200 سومانی می شود و معاش مردم چقدر است؟ واقعا فکر کنیم اینا. وقتی که روغن به این درجه قیمت می شود، وقتی که یعنی ما واقعا در بحران فرو رفته ایستادیم، ولی تمامی توجه مسئولین ما بخصوص در پارلمان، در حکومت، در اینجاها به چی روانه شده است؟ به تغییر قانون به خاطر پیشواگی ملت، نمیدونم به خاطر بقای حکومت، قدرت یا چیزی دیگر. هیچ کس به فکر این نیست که بیاین یک قانون را در این ساحه، در این جنبه تغییر بدهند که مثلا بیاین اندازها را از سر مردم بردارن. بیاین اندازه کم کنن از مردم. تا کجا این مردم ببین اونا میگن که حزب نهضت اسلامی و مخالفین رو بسیار در اگر رسانه‌های حکومت توجه بدین میگن که اینا جاه طلب و قدرت طلب و منصب طلب هستند. چرا یک بار خودشو هم یک بار نمیگویند که اینه که ما زمینه رو برای رستم امامعلی میکنیم که از رستم امامعلی صدها هزارها جوان دیگر یعنی سزاوارتر و شایسته‌تر هست؟ چرا نمیگویند که چرا این چیزها هست؟ چرا یک بار اون مقامداران ما نمیگویند که واقعا این کاری که ما کردیم که امامعلی رحمان 24 سال بگذار فرضاً گفتیم خدمت کرد، ولی بگذارد باز دیگر کسا بیاید ولی نه اینکه تنها برای خودش فکر میکند بلکه برای آینده فرزندهایش فکر میکند که فرزندهایشان بعد خودشان فرزندهایشان باشند و چیزهای مبادا میکنند و در برابر چیکار میکنند؟ در برابر هر چیزی قدرت دارند مخالفین سرکوب میکنند، یعنی دیگر اندیشان رو سرکوب و از صحنه بیرون میکنند. درست است. از طرف دیگر شما فکر میکنید جوانانی که در کشور هستند با دیدن این چی میشود؟ اصلا این معنی این رو دارد که امید ازلی جوانان نابود میکنن، امید در جوانان میکشند. دیگر هیچ کس به امید ندارد. همه میگوید که تمام رستم امامعلی پرزیدنت آینده. هیچ کس دیگر برای اون فکر نمیکند، تلاش نمیکند. دیگر یعنی تمام شد. این چی معنی دارد اصلا؟ یعنی این کار یکی از خطاهای اساسی و گسترده حسین مبارک را در همین میبینند که در سالهای اخیر همه چیز گذاشته بود، همه سیاست‌های تعیین سیاست اینها رو به فرزندهایش و این سبب شد که در داخل الیت حکمران مشکل ایجاد شود، اختلافات بشود و سبب برکناری شد. و اونی که قذافی هم فرزندهایش رو میخواست که برساند، ولی مبارک اخیر آمد گفت که من نمیخواهم، ولی دیگر اون وقت دیر شده بود. این جنابان ما فعلا که حاضر ولی اینها میخواهند از اون تجربه حیدر علیوف و الهام علیوف استفاده کنند. بله. شاید اون رو برای خودشون الگو قرار دادن و به امید اون هستند که میتوانند مثلا رستم امامعلی به اصطلاح الهام علیوف باشد. بله. ولی فکر کنید الهام علیوف کشورش کشوری نفتخیز است. بله. صاحب خیلی سرمایه‌های دیگر است. از یک طرف حداقل زندگی مردمش از لحاظ اقتصادی خیلی فرق میکنه از مردم ما. این یک طرفی کار است. دوم طرفی کار، شما تصور میکنید مردم آذربایجان از اونها راضی هستند؟ این هم جای بحث داره. اول دنبالش برید. چند روز پیش یک اونی که قرضدار بود خودش به آتش زد. در نزد کارخانه خودش وقتی آتش میزند این دلیل ها هست. ولی باز هم به یادم میاد من سخن استاد کبیری که اینها میخواهند واقعا این آسیای میانه رو به موزه دیکتاتورها تبدیل کنند شاید در آینده. ولی باقی نمیماند. این به شاید همچون در یادها در موزه شود در آینده این قانون ها، این چیزها و یک زمان شاید فکر میکنم منم که شاید هم دنیا همش به این دیگر به آسیای میانه همچون یک کشوری موزه دیکتاتورها نگاه کند و ببیند مثلا به این چیزها برای خودش یک گذشته دوری خودش باید بیارد. مثلا در اروپا عصر میانه را باید بیارد اگر شاید بیاد اینها را نگاه کند. دیگر نه اینکه ما تاجیکستان رو به عصر میانه برگرداندیم یا که اسلامی ها این رو برگرداندن. واقعا با این قانون ها اینها تاجیکستان رو به عصر میانه برگردانده شدن. وقتی که ما به تاریخ اروپا و تاریخ آمریکا میبینیم که اونها چطور پیشروی کردن، واقعا یکی از سبب‌های پیشروی این بود که اون اصلاحات هایی که در قانون‌هایشان درآوردن، اصلاحاتی که به منفعت مردم بود، به منفعت ملت بود. در ما برعکس شده است. هر کاری میکنن
هر اصلاحاتی که میآید بر ضرر ملت است، به نفع یک گروه. ببین اصلاحاتی که در انداز اومد به نفع کی بود؟ اصلاحاتی که در قانون مثلا این ادوکاتورا و اینها اومد، هر قانونی که میارن برای سرکوب کردن است، برای معن کردن برای است، برای مستحکم خود است. ولی در برابر همه این مخالفین و دیگر چیا را متهم میکنند که اونها جاه طلب هستند و اونها منصب پرست هستند، در حالی که کسی چرا نمیپرسد که شما 24 سال شده است در این وظیفه هستید، شما بس کنید دیگر مردم بیاد. آیا از رستم امامعلی دیگر کس شایسته تر در تاجیکستان وجود ندارد که اومیه؟ یعنی این ملتی که باید بپرسید، مردم خودشون باید بپرسن این سوالا. ملتی که غیر رستم امامعلی و آزادای رحمان و خسرو بچه داماد و خواهر عروس و دادر عروس و اینها دیگر کادر نداشته باشد، او چه ملت است؟ شما با این واقعا با این کارشون ملت رو مسخره میکنن، ملت رو آیندهشون یعنی تاریکتر و نو خوبتر میکنن. میدونید راستی در این آخران چیزی که میخواستم در همینجا بگم، یک داستان به یادم اومد، داستانی که از نمیدونم همین در کجا خوندم، راستی قصه عجیبی است واقعا. من گاه فکر میکنم همین مردمی خودمان و همین حالت میبینم و همین داستان به یادم میاد. راستی وقتی که میگه غلامان رو اولین بار آزاد کردن، گفتن که شما آزاد هستید، اونها رفتن و شکایت کردن، دوباره برگشتن که ما را آزاد نکنید، بگذارید که ما غلام باشیم. بله. چون که راه زندگی را نمیدونستن، نمیفهمیدن. شاید اینها فکر میکنن که مردم ما همون اندیشه را دارن. بله. شاید اینها فکر میکنن که مردم ما هم مثل همون غلامان میاندیشند، فکر میکنن که دیگر ما بدون اینها هیچ جایی رفتن نمیتونن یا زندگیشون رو پیدا نمیکنن. مثل همونه که قذافی میگفت این ملت عاشق من هستند، مردم هم عاشق من هستند میگفت. شاید همون خیلی فکر میکنند اینا هم نمیدونم. واقعا این چیزا رو میبینم من به همین داستان در ذهنم میاد، میگم ولی مردم ما غلام نیستن. آخر شما یک بار به مردم اعتماد کنید، درست نگاه کنید. در تاجیکستان داریم رستم ها و مانند اونها رو میبینیم از خویشاوندان پرزیدنت که به قله ها میرسند و قانون ها برای اونها تغییر میشوند، حتی قانون اساسی و دیگر، ولی در برابرش فرزانگان ملت مثل برزوها و کبیری ها و دیگرها رو میبینیم که دیگرها رو میبینیم که در داخل تاجیکستان هم نه قدر و قیمت دارن، اونهایی که در بیرون هستن سرگردان و در بدر هستن، مثل استاد سفر عبدالله که جنیدی، اون سیاوش جنیدی، عبدالقادر علوی، مثل روشن تیموریان، مثل خیلی دیگر، عبدالله دولت دیگر، واقعا اینها و یک گروهی از فرزانگان دیگر در کنج زندان، زید سعید و شهرت قدرت و بزرگ میریار و محمد علی حید، سیف الله حکمت الله سیف الله زاده، عبدالقهار دولت. یعنی عجیب است، ما داریم فرزانگان رو خار و ذلیل میکنیم، به کنج زندان میفرستیم، به بیرون میفرستیم، در بیرون هم باز از همه وزارت های خارجه و اماکن دیپلماتی ما بر ضد اونها میروند، برای سیاه کردن اونها وظیفه اساسیشون شده است. ولی در داخل کشور چیکار میکنن؟ برای کسایی که 5-6 وظیفه دارن، باز قانون اساسی را تغییر میدن. واقعا اون گپ یک بزرگی به یادم اومد که میگوید که شیرهای ملت خودتون را زندان نکنید تا سگهای ملت دیگر شما را نگزند. ولی امروز در ما چیکار میکنن؟ عین همین است و آینده این یقین است که یک اون میبینن که سگهای دیگر اونها رو میگزند. ولی من به این نظر هستم که این قانون اونهایی که در داخل حکومت یک امیدی برای منصب بالاتر داشتن، با اومدنی با این تغییر الهه و زمینه رو آماده کردن برای رستم امامعلی، اونها فعلا در داخل هم ناراضی هستن، ناراحت شدن و واقعا ناراحت شدن و این هیچ گونه به فایده نه خودی رحمان است نه خودی رستم امامعلی. یکی از تاج نیوز نظرسنجی رو
در سایت خودش راه اندازی کرده است که میگوید که در اینجا که ضرورتی رو برای تغییر کانستیتوسیون در سال 2016 میبینید. 80% گفته است مخالفت با این تغییر نه ضرورت ندارد. مخالفی چنین تغییر در قانون اساسی هستند و تنها 14% راضی شدن. ولی عجیبش این است که 80% در اینجا مخالف است. ولی شما در انتخابات خواهید دید که 90% در انتخابات شرکت خواهند کرد و 80% هم طرفدار خواهند بود با این قانون. این عجایبی قانون ها و انتخابات های ما است. این هم مثل همون می شود در آینده خواهیم دید. این یادتون باشد تا ببینید چی می شود. درست است. یعنی اون قصد شما اون رای پرسی که شاید انجام شود، همون رای پرسی که در قانون اساسی صورت خواهد گرفت، در اون رای پرسی حتما این رای پرسی 80% مردم 90% هم شرکت میکنند. برخلاف تمام انتخابات های دموکراتی دنیا در انتخابات های ما همیشه بالای 90% شرکت میکنند. بله. و 80% هم حتما یا با طرفداری پرزیدنت آواز میدهند یا با طرفداری این قانونی که پرزیدنت یا یکی همون حکومت پیشنهاد کرده است. بله، ما میتونیم بگیم که با این تغییر الهه ها، با این زمینه تیار کردن برای رستم امامعلی و از محدودیت بالا بودن امامعلی رحمان، صفحه خیلی تاریک در تاریخ ملت باقی خواهد موند. متاسفانه این صفحه ها کم نیستند، خیلی زیاد هستند. روز به روز میبینیم که چنین صفحه های تاریک در تاریخ ملت تاجیک روز تا روز می افزاید که این واقعا جای نگران کننده هم هست. و همچنین یک شهروند تاجیکستان، همچنین یک انسان از این صفحه های سیاهی که امروز میبیند خیلی ناراحت میشود. خبری که دیگر این است که ما داریم در تاجیکستان قانون ها رو تغییر میدیم، ولی با طبق یکی از سازمانی The State of Food Insecurity in the World 2010، یعنی وضعیت غذا، امنیت غذایی در سال 2015 گفته است که تاجیکستان 30% تاجیکستان برای تهدید غذا، کمبود غذا، کم غذایی تهدید میکنند. یعنی 33.2%. بله، واقعا این خطرناک است. 3/1 اهالی تاجیکستان در تحت زیر خط فقر هستند و گرسنگی آنها را تهدید میکند. یعنی ببینید که مقامات ما، اون وزیران و اون کبرای ما همیشه از این چی میکنند که رئیس جمهور ملت تاجیک را به جهانیان نمایش گذاشت، معرفی کرد ما تاجیکستان فلان هستیم، اعلان هستیم. ولی واقعیت ها دیگر چیز را میگویند که شما درست است که امروز پیشوای ملت را قبول کردید، فرزند اون رو برای میکنید، ولی واقعیت شما این است که 30% اهالی شما فقیر هست. حتی حتی گرسنگی اون را تهدید میکند. حتی در یک گزارش دیگری درباره گرسنگی در جهان منتشر شده است، تاجیکستان 21، یعنی از جمله اون 21 کشوری هستند که بیشترین فقر را دارد. در میدانید در مابین این 21 14 کشور افریقایی وجود دارد. یعنی ما مثل کشورهای افریقایی از کمبود غذا، از گرسنگی اذیت میکشد ملت ما. واقعا من خیر است. ببین این حالت هست. این در حالی هست که دلار به چند رفته است؟ $1 $100 به 1000 سومانی رفته است. و واقعا هم یکی از مشکلی دیگر این است که روبل به 77، $1 به 77 روبل برابر شده است که این باز ضربه میزند. از 1000 امکان دارد که از 900 تا از 1000 هم پایین تر بفروید قرب تاجیکی و این نرخ بالا شد. واقعا هم این یک چیزهایی هست که انسان تعجب میکند که همیشه در فکری یعنی منصب های بلندی اون یک گروه هستیم و ملت عقب میرود و مقامات کارشان چی است؟ کارشان باید ریش چند قد باشد، حجاب چند قد باشد، چند قدر مسجد هست، باید این مسجد تغییر بخورد و بعد چی باید فرزندان تقا و عمک پاشنه پاپوشی دختران چند قدر باید باشد. بله، متاسفانه یعنی ببینید که آخر
این مشکلی مردم است. مردم اون قدر عقل و فراست دارد که بله اون با فرزند تقایش دخترش یا بچه‌ش بدید یا ندید. این شما در کار مردم چرا دخالت میکنید؟ برای که دیگر کار ندارن. باید در فکر اقتصادی مردم باشند، در فکر سلامتی مردم باشند، در فکر تهیه کردن تامین کردن حقوق آنها باشند. نه، در فکر امنیتی مردم باشن. اینها نیست. فقط در فکر چی هستند؟ در فکر از مردم کشیدن گرفتن و بالای مردم قانون‌های نو. حتی در مسائل خانواده چه حق دارید که در مسائل من مرا مجبور کنید که فرزند تقوم بگیرم یا نگیرم، یا فرزند من فرزندی تقوش بگیرد یا فرزند عمش بگیرد یا نه؟ درست. با جای اینکه میرید یک قانون و میبرید درباره پیشوا و درباره نمیدونم سین اینو اون پایان و بالا میکنید، بیایید مشکلات مردم حل کنید. بگذارید مردم آزاد باشد، مشکلات حل کنید. بگذارید واقعا میگم اینا ما حتی ما که نهضت اسلامی هستیم دست شما را میبوسیم و شما را قبول خواهیم کرد. بگذارید فقط مردم دینش آزاد باشد، انتخاب آزاد داشته باشد، با مردم یک زندگی شایسته را تامین کنید. تنها خودتون شایسته زندگی نکنید، تنها خودتون در قصر و کشک در نعمت و در رفاه زندگی نکنید. مردم را بتین، برای مردم کار کنید. واقعا میگم اینا بکنید برای مردم این کارا را. نیاز به چی قانون نیست دیگه، نیاز به این نیست که شما ما را سرکوب کنید یا اینکه چی. مطمئن باشید ما در خدمت شما خواهیم بود. بله. ولی اون وقتی که به این نیازهای مردم رسیدگی کنید. اونها در فکر همیشه میخواهند که مخالفین را متهم بکنن. مثلا عبدالقادر زاده، سید مکرم عبدالقادر زاده همیشه از اون قصرهای محیدین کبیری گویا محیدین کبیری در همه شهرهای ترکیه این یک مبالغه، یک دروغ محض که میگویند که محیدین کبیری گویا در همه شهرهای ترکیه قصر دارد و خانه های بلند آشیانه دارد، ولی از خودشان یک بار خود را فکر نمیکنند که این چیزهای دروغ نسبت دیگران میگویند، ولی از خود فراموش شدند که چی قدر کی بودن پیش از این که به این وظیفه بیان و بعد که به وظیفه اومدن چی خانه ها و چی اون قصرهایی که فعلا دارن. واقعا قصرهای اینها از کجاست؟ از پول کی است؟ بله. قصرهای چرا امروز وزیران ما به محض اینکه وزیر میشن، حتی پرزیدنت خودش وقتی که میخیزاند منصبدارانه، ها یادتون نرود چگونه بدید، کی بدید، چقدر زندگی میکردید، ما کی شما را آورد. این سخنهای خود پرزیدنت هست، یعنی میداند که اونها کی بودن، چی بودن، یعنی دزدی کردید. میدونم گفتنی گپ معنا دارد، ولی چرا اونا دزدی میکنن؟ با تمام رفاه و تمام ثروت میرسن ولی ملت بیچاره نمیرسد. پس چیکار باید کرد؟ این باید حل خود را یابد یا نه؟ رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام معرفی قانون تنظیم نامگذاری در پارلمان کشور گفته است که پسوندهای ملا، توره، شیخ، صوفی و خلیفه که به نامها علاوه کرده میشن باعث تفریقه در جامعه میشوند. یعنی اینکه جناب عالی میگویند یا که پیشوای ملت میگویند یا که دیگر میگویند، برادر عزیز شما به مردم چی کار دارید که مردم یک نفر را شیخ میگویند، ملا میگویند، اون مردم احترام دارد اون را. شما نمیتونید این احترام مردم را نسبت اون ملاها، نسبت روحانیان پاک وجدان که اونها هم وجود در مابین اونها هم هر خیلی انسان هست، ولی اکثر اونهایی که میبینیم مردم احترام دارن، اینها واقعا ناراحت هستند وقتی شما را احترام نمیکنن. مقامداران محترم، بله. شما چرا مجبور میخواهید که از نامه اونها این چیزها واقعا بیایید مسئولین محترم احترام گدایی نکنید. این کار گدایی کردن احترام است از مردم. بله. بیایید خودتون رو سزاوار احترام کنید. بله. تا با شما هم همچون با احترامانه همچون به یک وکیل، همچون به یک دیپوتات، با شما هم یک عنوان دیگر بدهد مردم و با شما با احترامانه برخورد کند. یا با معلمی که امروز شما بیچارهش کردید بگذارید کار کند معلم اونقدر. با معلم واقعا میگم اینا، بله. معلم های بیچاره ما امروز گناه ندارن، ولی معلم را بیچاره کردن، همین مسئولین کردن. برای چی؟ معلم را زندگیش به حد آوردن که مجبور است که از طلبه پول طلب کند. بله. و در مقابل که از طلبه اون یک پولی نوچیزی که طلب میکند در نزد طلبه حقیر شده است.
ابروی خود را ابروش از بین رفته است. دیگر با معلم با احترام صحبت نمیکند، با مسخره با معلم صحبت میکند امروز طلبه. این مصیبت ملت است. ولی بیاید، من واقعا میگم اینا، ولی یک ملا وقتی که با یک ملا، با یک نمیدونم یک دانشمند اسلامی وقتی که میان مردم با احترامانه صحبت میکنن، این راهش نیست که شما وقتی که در مقابل یک ملا از احترام کمتر برخوردارید اون احترام ملا را کم کنید. بیایید کاری کنید که احترام خودتون را بالا برید، احترام معلم را بالا برید. بیایید واقعا به مردم خدمت کنید، در کنار مردم باشید، در همه مصیبت مردم، در جشن در شادی مردم شریک باشید و هر قانونی که میبرند به نفع مردم حداقل شما سخن بگویید. این چی است؟ واقعا مسخره است که درباره ملا و توره سخن بگوییم در پارلمان کشور. اونم چرا شما در این چیزایی که امروز هست در پارلمان کشور، چرا از بالا رفتن نرخ دلار هیچ گپی نمیزنید؟ چرا از بالا رفتن قیمت ارز در کشور هیچی نمیگویید؟ چرا از تهدیدی که امروز سازمان‌های بین‌المللی درباره نمیدونم وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور دارن درباره اون گپ نمیزنید؟ چرا درباره اون صرافی ها را که به یگان آگاهی میبندن مردم در حالت بدترین گرفتار میشن، چرا درباره اون گپ نمیزنید؟ چرا نمیایید شما بگید که حداقل نمیایید بگید که خب اینقدر جایهای کاری که در تلویزیون اعلان شد چرا نیستن همونها؟ حداقل بیاین اینا رو مطرح کنید در پارلمان. بیایید حداقل چرا تا حال یگان وزیر نمیارن در پارلمان استیضاح کنن، بکشن و از او پاسخ طلب کنن؟ بیاین پارلمان واقعا جایی کنید که درد مردم را مطرح کنید، شما هم صاحب احترام خواهید شد. ولی با این گدایی، احترام گدایی، شما به هیچ جا نمیرسید و هیچ احترامی پیدا نمیکنید. یک قصه رو میخوام بکنم، هم در خدمت بینندگان بگذارم که یک روز همراه استاد محیدین کبیری رفتیم صحبت میکردیم همراه اون اکادمیک های تاجیک. اون اکادمیک های تاجیک از این که معلم قدر و آبرو ندارد بسیار نگران بودن و از اون شرایطی و اون احترامی که ملاها و روحانیان تاجیک دارن خیلی ناراحت بودن. میگفتن که ببین که یک معلم هیچ احترام نداره، در برابرش ملایی که هیچ کار ندارد و دیگر چی، اون اینقدر آبرو دارد در نزد مردم، اینقدر تاثیر دارد. بعد استاد محیدین کبیری گفتن که بسیار خوب، شما با این نوارهای فحشی که شما میکنید، با این چیزهای میکنید، مردم رو میخواهید که ملا را احترام نکند، آبروی ملا را در نزد مردم بریزید. و این کار برعکس شما سبب میشوید که به ملاها احترام مردم قائل شوند که چند یعنی مظلوم هستند فعلا. ولی به اون اکادمیک ها گفت شما اگر واقعا میخواهید آبروی معلم بالا باشد، پس شما یک راه خیلی عادی است. شما طلب کنید از حکومت کشور که معاش اونها بلند شود تا اینکه همون گپی که شما پیشتر گفتید، معلم نیاز نداشته باشد که از طلبه هایش پول بگیرد یا رشوه بگیرد و اون وقت معلم میتواند گپ شپ بگوید، واقعا مربی باشد و معلمی واقعی باشد. وگرنه شما با این معاش ناچیزی که میدهید و در برابرش اینقدر مسئولیت های سیاسی رو که در انتخابات ها میگذارید، در دیگر چیزها میگذارید، امروز آبروی معلم بردید. بعد گفت که این مسئله انتخابات، در انتخابات چرا در انتخابات همه معلمی بیچاره را همه تقلب کار میشود معلم. بله. شما اگر واقعا دلتون با معلم است، با آبروی اون میخواهید بلند باشد، پس معاش اون رو بهتر بکنید، در کارهای سیاسی اون رو دخل وارد نکنید. دیگر این راه‌های هست که چی بشه. یکی از چیزهای دیگر اینا گفته است که باید پیش از نکاح باید همون زوج رفته معاینه طبی بگذرونه. اینم به بعضی کارشناسان میگن که اینم به یک تجارت خوبه مبادل شده است که باز اون آدم هایی که در سر قدرت هستن اون جاهای معاینه را تشکیل میدین و مثل همونه که مسئله رول های ماشین رو کردن که باید یک طرف باشد ولی منحصر منپول شد، اونو یک نفر استفاده کرد، یا اونایی که بازارها رو میگیرن از همه جا باز یک جا میکشونن که در یک جا باشد و یک نفر این برد. این هم مثل همون، ولی متاسفانه این حکومت ما هم دارد در مسائل شما جزئی خانواده مردم بکارت دختر. شما چی کار دارید با بکارت دختر؟ شما چی کار دارید با اینکه از زندگی مردم چی کار دارید؟ شما مشکل مردم رو حل کنید. شما
این نیست که شما باید منت بکنید، این وظیفتون است. مردم برای شما یعنی انداز میسپارد، شما از حساب اونها زندگی میکنید، ولی در برابر اون میخوان که اون وظیفه های خود را یک طرفه کنند و به یک چیزهای دست بزنند که به چیزهای شخصی مردم یعنی همونه که یک ژورنالیست هم گفته بود که اگر امنیتی تاجیکستان با کارت اون یعنی مربوط باشد، من آماده هستم که چنین معاینه رو بگذارم. این یک واقعا یک مصیبتی هست که امروز ما میبینیم در کشور. خبر دیگر این است که اون قانونی که اونها یک پیشتر قبول کرده بودند که باید ادوکات ها از امتحان بگذرند و اکثری کارشناسان و ادوکات های چیره دست کشور گفتند که این قانون بر ضرری ملت هست، این قانون آزادی ادوکات ها رو محدود میکند و همه میخواهند با این قانون که حکومت میخواد با این قانون تنها با ادوکات های رخصت بدهد که گبدرا هست، فرمانبردار هست و از خط کشیده اون دور نمیشود. درست است. برزم این که چندین ادوکات، شهرت قدرت، بزرگ میر یاروف، نورالدین محکم و دیگر ادوکات ها رو روانه زندان کردن، اون ادوکات های واقعی رو، و در برابر این باز چیکار میکنن؟ ادوکات ها رو امتحان میکنند و از امتحان، در امتحانی که اخیر گذشت به قول وزیر، یعنی سیگی ادوکات ها از امتحان نگذاشتند. همون امتحانی که برای نامزدها با وکیل مجلس پارلمان و مجلس ها شوراهای خلق در ناحیه ها ولایت ها انجام داده بودند و سیاستمدارها گفتند که این به خاطر دور کردن مخالفین هست، ولی این هم معلوم شد که این قرار امتحان ادوکات ها برای تازه کردن در تازه کردن ادوکات ها و تنها اجازه دادن به اون ادوکات های خودی و گبدرو بوده است. ببینید شما در این سنجش ها در یک ساحه چیز تنها نیست. معمولا در کشور ما چنین سنجش ها برای استفاده به اصطلاح بهینه میبرند از این چیزها. چقدر شما یادآور شدید از همون انتخابات چیز سنجش نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان، حاضر این تنها فقط برای این نیست، اینجا یک طرفش رشوه هم هست، یک طرفش کار کردن روی این چیزا. حتی رئیس اتفاق ادوکات ها هم از این امتحان نگذشته است. شما تصور کنید مثل بزرگمهر اینا هم اگر میبودن نمیگذشتن از این امتحان، برای که این امتحان خاص برای اونها است که اونها را دور کنند. و در آینده مردم باید چیکار کنند؟ برای اینکه از امتحان بگذرند باید که گبدرا و باید که یک معیارهای رو رعایت کنند. این ما رو به کجا میبرد؟ کجاست اون دعوای جدایی حاکمیت سودی از حاکمیت اجراییه؟ باز هم چی شد؟ کجا رفتیم؟ باز هم همون برمیگردد به همون قانونهایی که همیشه تا امروز پای در پای صادر شده ایستادن درباره محدود کردن از مردم رو فشار آوردن در به یک مردم. آخر نمیشود مردم همش هیچ وقت در یک فکر در یک عقیده نمی رود. این طبیعی است، باید باشد، باید گوناگون اندیشی، گوناگون فکری، اختلاف نظر باید باشد. آخر بگذارید خیلی باشن مردم. آخر مگر شما اگر ترس ندارید، اگر شما هیچ مشکلی ندارید، اگر نمی ترسید، خیلی چی لازم است همین بگذار باشد ادوکات؟ چی مشکلی می شود؟ ولی مشکل از این است که مثل بزرگمهر یاروف زمانی میرسد که مشکلات واقعی مردم رو به رسانه ها میبرارن و اونجا است که شما از این میترسید، نه از چیزی دیگر. شما نگرانی این واقعا هم اینها نگرانی این نیستن که اونها سواد ندارن، نگران این هستن که اونها به نفع اینها کار نمیکنن. بله، یعنی اینها متاسفانه میخوان این ملت رو یک ملت رو به یک رمه تبدیل بدهند، به یک رمه که دیگر هیچ چیز رو گوش نکند و تنها فرمان ها رو بداند و از فرمان ها اطاعت کند. متاسفانه همین فعلا ما به همین حد رفته ایستادیم. یکی از خبرهای دیگر این است که تیم استقلال، کماند استقلال تاجیکستان از 5 کشور بازیگر میخرد. بله، بازیکن ها از 5 کشور میخرد و واقعا هم اینم خوب است که برای فوتبال تاجیک، برای استقلال. ولی ما چرا در تاجیکستان یک استقلال بتواند این قدر یعنی
مبلغ های هنگفت رو صرف کند و دیگر تیم هایی که آبرو داشتن در سابق مثل خوجند، مثل ریگر، مثل روشن، مثل دیگرها، اونها وخش و اینها چنین شرایط رو ندارن. باز میریم که این متاسفانه به همون در سیاست، یعنی اونها میخواهند که همه چیز در همه چیز سیاست باشه. ببین آشکارتر بگوییم، همه میدونن که تیم استقلال تیم رستم امامعلی است، تیمی که در اون رستم امامعلی بازی میکرد و بهترین گلزن هم بود. چگونه میشه آخر دیگر نمیدونی به چی بگوییم آخر. خب اگر چی فوتبالیست خوبم باشی، اگر که هر چیزی هم باشی، دیگر از این حد زیاد نه و این حد نه. این دوست عزیزم اینجا در تیم استقلال به خاطر اینکه باز قانون اساسی رو برای رستم امامعلی تغییر میدهند و اون جایگاهش بلندتر می شود، باز همون قدر هزینه اینها هم بالا می رود و مبلغ های بیشتر خواهند داشت. ولی متاسفانه این کار بر ضرر فوتبال تاجیک هست وقتی که یک کمانده همه قوت را دارد و دیگر کمانده هایی که آبرو داشتن در سابق بسیار بازیگرهای معروفی داشتن. من فقط میخوام یک چیز رو مطرح کنم. ببینید همین کمانده روشن کلوبی که در چند وقت که آخر حتی که لگیونر هم داشت، خب برای چی یک باره از بین رفت و اون کسی که بگیم سپانسور یا اینکه سرمایه‌گذار این تیم بود امروز در زندان است. برای چی؟ تا حال جواب این رو پیدا نکردم. مگر روشن کلوب یک تیمی نبود پرطرفدار؟ واقعا در همه اینو در تاجیکستان در چند بازی اخیر دیگر میدونستند در سال گذشته. ولی برای چی یک باره تیم روشن کلوب تقریبا از هم میپوشد و اون سرمایه‌گذارش زندانی میشود؟ من حیرانم واقعا. نخود رقابت در فوتبال هم سیاسی شده باشد. رقابت در فوتبال سیاسی است. مسجدها به کارخانه وزارت خارجه تاجیکستان تبدیل شدن. یعنی شده است همه را از سیاست منع میکنن و خودشون در همه اون ساحه هایی که نباید سیاست بدارد مثل مسجد، فوتبال و دیگر ورزش و دیگر کارها، اونها خودشون در اونجا سیاست میکنند، سیاست بازی میکنند. یک خبر اخیرانی که ما در دست داریم این است که برادر ما آرزو ایسایف، اون نطاق مشهور تاجیک، اون ژورنالیستی که درد دارد وطن دوست است، از دو برنامه‌ای که در سفینه امید داشت از اون هم محروم می شود. یعنی یعنی یکی از سفینه این دو برنامه‌ای که داشت، یکی ملکه خوش خیرام و دیگری به نام ناگفته ها، واقعا یعنی یکی از دو برنامه بودند که از همه دیگر برنامه ها بیننده بیشتر داشتند. مردم بسیار با شوق آنها را گوش میکردند و آرزو ایسایف تقریبا به همه معلوم است که چی انسانی وطن دوست. مخصوصا اون برنامه زبان فکتی آرزو ایسایف در رادیو امروز دیگر همه رو به خود جلب کرده بود و یعنی در هر تنگیم، در هر مشروط که می در آمدی اون را می دیدی که زبان فکت بود. زبان فکت زبان امروز است. آرزو یک شخصیتی است که واقعا تا امروز خودش رو نباخت. همون موقع استقلالیت و همون فکری خودش رو به هیچ کس نفروخت، به هیچ منصب، به هیچ پول، به هیچ چیزی نفروخت. اون کسبیتش حفظ کرد و امیدواریم که یک جای پیدا کند آرزو دردش بگوید، چون درد آرزو درد همه ملت است. و اون برای آرزو جای پیدا شود که در رادیو است یا جای دیگر. ما امیدواریم که با این آرزو سکوت نکند و صدایش رو باز بشنویم. هرچند کشور ما هم چنانه که مقامداران محترم ما میگن بهشت آسا هست و کشوری آباد و که وطنی زیبا هست، ولی متاسفانه آرزو محروم می شود از برنامه ها. برزو در خارج از کشور زندگی می کند، کبیری تروریست می شود، عبدالله دولت مهاجر می شود، دیگر و دیگر کریم در روسیه خدمت برای دیگر خدمت اون مهارتی دارد برای دیگران صرف میکنند. ولی این سرزمینی بیشت آسای ما محسن محمدی و رشید رحیم و اینها دیگر جو خدمت میکنند، ولی ما در تاجیکستان چیکار میکنیم؟ رسول باقیوف، یعنی واقعا
این مشکل است. راستی فکر به سرم اومد. بله. بیایید ما یک برنامه بازچیگب رو خاصی همین هنرمندان و همین شخصیت های مهم تاجیکستان در خارج تشکیل و اختصاص بدیم. بسیار خوب میشه، ولی غیر یعنی یک چیزی، یک برنامه اختصاصی باشد. بگذار یک برنامه اختصاصی باشد. برادران گرامی و خواهران عزیز و بینندگان ارجمند، این بود برنامه بازشگب. تا برنامه آینده، خدا نگهبان. سلام.